وزن تا 60 کیلو با نماینده ویتنام میدانداری خواهد کرد. محمد محمدزاده 23 سال دارد. ورزشگری ما با لباس‌های سفید به میدان می آید. 5 واخوری سطحی بین المللی را پهلوان ما به انجام رسانیده است. یگان نتیجه شایسته در کارنامه‌اش موجود نیست و امیدواری ها به خاطر فرد و به خاطر درخشانی موفقیت های پهلوان تاجیکستان هست. قامت راست خود را دیگر بار نشان می دهد که در این جریان او از حریف اکنون ترس و هراس ندارد، اما اشتباهی که دستفشاری در این لحظه باعث شیدو گرفتن او شد. پهلوان ویتنام انا اندک تبسم در لبان مخلصان سرشمار پیدا گردید و لحظه اندک جالب و جاذب رو هم منظور کردیم و یک لحظه توجه کنیم که داور این را معرفی کند و نهایتا ما از صفات و از توصیف پهلوان امیدبخش کشور حرف زنیم. احسن آفرین. انا این از ترتیب نیروسنجی یکی گوید که چودت پهلوان ویتنام ورزشگری 22 ساله کم تجربه است و محمد از این استفاده کرد. دیگر میگوید که واقعا هم نفر سزاوار است و تحت رهبری صدرالدین عابدوف مشق ورزی میکند. پهلوانی که سفید پوش قشنگ تاجیک به میدان آمد و سر ما را اندک باشد هم بلند کرد و خرسندی را در قلب ما جای داد. اصلش میگوییم و